همدیاران عزیز، مردم شریفی بخارای شریف، ما امروز بقایت یک کیفیتی بلند داریم، چونکه در روزگار ما عید تاریخی ما نوروز گلریز با قدم های بزرگ در آمده ایستاده است. ما این جشن را بسیار با کیفیت، بسیار با تیاری زور استقبال می‌نماییم، چونکه تاریخی این عید پرشکوه به شاه جمشید رفته میرسد. 6000 ساله تاریخ دارد. این عید را مردم ما، مردم فارسی زبان، خصوصا مردم بخارای شریف با تیاری خیلی زور، با یک روح بلندی بی همتا استقبال نموده برای نقض گذاشتن این سال نو نقشه های مهنتی خود را، ایجادی خود را ترتیب میدهند. از روی همون نقشه ها سال نو با موفقیت های کلان جنبست کرده می شود. من به مناسبت این عید تاریخی خلقمان، تاریخی مردمی شهر بخارا از ته دل همشهریان خود، همزبانای خود را تبریک و مبارکباد می نمایم. می خواهم که روزگار ما از این هم پرفیض‌تر گردد، مردم ما از این هم نشتر خوشتر زندگی کنند، عمر دراز بینند، دائما ساق باشند، این عید را 1000 ساله ها باز پیشواز گیرند، چون این عید ملی ما، فرهنگی تاریخی ما، یک قسمی فرهنگ تاریخی ما می باشد. من بار دیگر همدیاران خود را از ته دل با نوروز دلافروز تبریک و مبارکباد می نمایم. ساق باشید، دائما سلامت باشید، روزهای نقض به شما نصیب گردد، همه آرزوهایتان عملی گردد. ساق باشید دوستان عزیز، همشهران عزیز. دوستان، من برای شما یک شعر نوی و عید نوروز بخشیده خود را خوانده می‌دهم. میراث آریان است، عید زردشتیان است، رسوم فارسیان است، نوروز تاجیکان است، رمز فصل بهار است، ملهم چشم چار است، موسم کشتکار است، حسن دشت و کوهسار است، زنده شود طبیعت، زمین گردد پر حکمت، کشاده خوان نعمت، بلند بگردد همت، در عید خوش نوروز خورشید بگردد پرسوز، دیده به عالم بدوز، به عشق زندگی سوز. باز نوروز مبارک باد دوستان قدردان.